فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برادرمون ابو حنان نوشتن که اگر از زبان حضرت سیدنا عمر صیغه حرام شد، پس چرا خود رسول الله نگفت حرام است؟ اصلا در آن زمان صیغه بود یا نه؟ این همه حرفا رو شنیدیم، جای سوال است، حتما جواب بدید. ممنون شما. بحث صیغه یا متعه یک حکمی بوده که قبل از اسلام وجود داشته و عادت عرب آن زمان بوده، مانند بسیاری از موارد دیگر، مانند شراب که در آن زمان آزاد بوده، همه مردم از اون استفاده می کردند. حتی ازدواج با مثلا زن پدر آزاد بوده، با اون ازدواج می کردند در زمان جاهلیت. این هم یکی از مواردی بوده که در زمان جاهلیت آزاد بوده و در هیچ جایی ما از روایات شیعه و سنی که روایات معتبری دارند نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کرده باشند، تشویق کرده باشند برای متعه و برای صیغه اون گونه‌ای که برای ازدواج ترغیب کردند. ما آیات و روایات بسیار زیادی داریم که ترغیب کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه بزرگوار برای ازدواج، که جوانان هر کسی که توانایی دارند ازدواج بکنند. اما درباره متعه هیچ گونه آیه‌ای یا حدیثی که ترغیب بکند که شما این کار رو انجام بدهید چنین چیزی نیست. و این متعه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تحریم شده. ما معتقد هستیم اهل سنت و الجماعت که هر حکمی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم تحریم کرده باشند، قطعا از جانب الله متعال تحریم کردند، هیچ کسی ابوبکر و عمر و عثمان و هیچ فرد دیگری حق ندارد و نمیتواند اون حکم رو عوض بکند و اعلام بکند که جایز هست. یا برعکسش، اگر یک حکمی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز بشه و رسول الله اعلام بکند که این کار مباهه و آزاده، هیچ کسی بعد از رسول الله حق ممانعت و ممنوعیت اون کار را ندارن. در مورد متعه روایات بسیار زیادی داریم از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند حضرت ابو هریره، حضرت علی رضی الله تعالی عنه در رأسشون، که متعه را رسول الله صلی الله علیه و سلم در عام خیبر و در زمان خیبر، جنگ و غزوه خیبر، حرام کرده و حرمت متعه و صیغه همزمان بوده با حرمت الاغهای اهلی، هر دو با هم یک جا حرام شدن. منتها در روایات دیگری وجود دارد که در زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای فتح مکه تشریف برده بودند، بسیاری از صحابه اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و یک عرضی رو داشتند خدمت ایشان. گفتن یا رسول الله، به ما اجازه بده که ما خودمان را اخته بکنیم و اون نیروی مردانگی از ما بیرون بره، زیرا که ما وسواس داریم، نمیتوانیم خودمون را و احساسات و عاطفمون رو کنترل بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا فقط برای 3 روز اجازه دادن برای متعه و بعد از آن دوباره ممنوع شد و ممنوعیتش یک ممنوعیت کلی و همگانی بوده و برای همیشه حرام اعلام شد. منتها ما میدونیم که این اتفاق، ببینید، در جنگ اتفاق افتاده در زمان فتح مکه و بعد از فتح مکه در اوتاس بود که این تقاضا رو کردند و رسول الله صلی الله علیه و آله این اجازه رو دادند تا 3 روز. اونم در حالت اضطراری بوده و برای برخی از افراد ما میدونیم که بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در سفرها، در جنگها هم وقتی که میرفتن همسرانشون همراهشون بودند و نیازی اساساً به متعه نبوده و تعداد اندکی بودند که همسر همراهشون نبوده و شاید نیازی به همسر داشتن. رسول الله صلی الله علیه و اجازه دادن. این تفاوت میکنه وقتی که ما بگیم که اجازه دادن یا اعلام کردند که دستور دادن که این کار رو انجام بدید، ثواب داره. این دو تا قضیه با هم دیگه کاملا متفاوتن. برای 3 روز اجازه دادن و این در روایت اهل سنت و الجماعت هر دو قضیه آمده. هم اون چیزی که در غزوه خیبر رسول الله صلی الله علیه و آله تحریم کردن هم آمده و هم این اجازه‌ای که دادن در فتح مکه برای 3 روز. این در سنن ابن ماجه و دیگر کتب آمده، اتفاقا از زبان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای 30 روز به ما اجازه متعه دادند. اشاره میکنه به همون قضیه فتح مکه و بعد از آن تحریم شد و هر کسی که امروزه ادعا بکند که صیغه حلال هست و این کار رو انجام بده، من رجمش میکنم.
این اعلام حضرت عمر هست. هر کسی که بعد از تحریم رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام بکند که قضیه حلال هست و این کار رو انجام بده، مساوی هست با اینکه زنایی که انجام داده و من او را در واقع رجمش میکنم. و بعد از این در همین حدیث ابن ماجه آمده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند مگر این که شما بیایید 4 گواه بیارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه دوباره اینو حلال کرده باشه، که چون این چیزی اصلا وجود نداره. منتها اشکالی که شاید برای برخی از بینندگان به وجود بیاد این است که در زمان حضرت ابوبکر و عمر اتفاقات افتاده که برخی صیغه کردند و این حکم رو نشنیده بودند، زیرا که یک حکم عام نبوده. اولا به دلیل این که همه صیغه نمی کردند، اصلا نیازی به صیغه نداشتند، در حالت عمومی در مدینه نبوده، کسی در مدینه نیازی نداشته و این اتفاق نیفتاده. در حالت جنگ و در سفرها اتفاق افتاده. حالات جنگ و حالات اضطراری بسیار اندک و محدود بودند، افرادی هم که شرکت می‌کردند افراد محدودی بودند. به خاطر این حرمتش برای همه نرسیده بود. مانند که در بسیاری از موارد دیگر هم هست که حرمت به همه نمی رسیده، یعنی با مدت زمانی می رسیده تا زمانی که کسی باب سخن باز نمی شد یا نمی پرسید شاید اطلاعی پیدا نمی کرد. این اتفاق افتاد که برخی اطلاع پیدا نکرده بودند از اون حرمتی که بوده و اعلام حرمتی که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و این موته را انجام دادند که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بر مبنای این کار اومد روی خطبه و اعلام کرد که برای 3 روز جایز بوده و دوباره حرام شده و حرام قطعی هست، مگر این که شما گواهی بیارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو دوباره حلال کرده باشه. و هر کسی که از این به بعد موته را انجام بده گوی زنایی انجام داده و حکمش همون حکم رجم هست. و این هیچ گونه دلالتی بر این نیست که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه موته رو حرام کرده باشه. از دیدگاه اهل سنت و الجماعت نه عمر و نه ابوبکر هیچ کسی دیگری به جز رسول الله صلی الله علیه و سلم که مؤید به وحی است اجازه و حق تحلیل و تحریم رو مطلقاً ندارند. چیزی که رسول الله حلال کرده باشه عمر نمیتواند حلالش بکند و قطعا حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه صحابه جلویشان رو میگرفتند. در یک قضیه بسیار ساده ای که اتفاق افتاد که همه نقل میکنند این رو که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اعلام کرد که مهریه نباید بالا بشه، یک زنی اومد و اعتراض کرد که به چه حق شما اجازه نمیدهید. تا این اندازه حتی یک زن این جرأت رو داشته که در مقابل عمر بایستد و بلند بشود بگه نه ما این حق رو داریم، مهریه رو بیشتر میکنیم یا کمتر میکنیم، شما حق ندارید که برای مهریه حد و مرزی رو تعیین بکنید. چگونه امکان دارد که عمر یک حلال خدا را حرام بکند و هیچ کسی سکوت نکند؟ این به معنی زیر سوال بردن تمام اصحاب رسول الله و در رأس همه اصحاب بزرگوار ایشان و اهل بیت رسول الله صلی الله